آقا چرا 40-50 تومن میدید این تشویقی شیمیایی آشغال رو که 6 ماه 1 سال مونده میدید به پتاتون، به سگاتون، گربتون؟ اینا جاش مستقیم تو سطل آشغاله. حالا بیایید یه دسر تشویقی خوب بهتون یاد بدم که فقط با 45,000 تومن با 4 قلم. پای مرغ 25 تومن، سنبولتی فقط 10 تومن، پودر شیر خشک فقط 5 تومن، ژلاتین 5 تومن، مجموعاً 45,000 تومن. برین طرز تهیه یه دسر خوشمزه رو واسه پتاتون بهتون آموزش بدم. خب پای مرغ هایی که خریدیم و بسته بندیشو باز میکنیم خیلی مرتب. من از پای مرغ هایی که تمیز شدن هم دارم استفاده میکنم که دیگه کارم آسان تر باشه. اینا رو قشنگ مرتب یکی یکی میشوریم. سعی میکنیم بذاره سریعتر بشوریم که مدت زمان فیلم پوش زیاد نشه. خب همه اینا رو میشوریم، یکی یکی میزنیم داخل قابلمه. حالا روی پای مرغا رو آب میگیریم، پر میکنیم. به اندازه که یه بند انگوش تقریبا روی پای مرغا رو آب بگیره درش رو میذاریم. خب اینو مستقیم میذاریمش روی گاز. خب این رفت برای پختن. این گازمون رو روشن کنیم. خب این رفت برای پختن که حاضر شه. حالا میایم اینجا این سنبولاتیوا چون به صورت علف هستش ما پودر اینا نیاز داریم. پودرشو نیاز داریم. من اینو اول آسیابش میکنم. خب معمولا عطاری اینا رو به صورت همین علف رو میفروشن، ولی ما برای توی غذامون به صورت پودر اینو نیاز داریم. برای همین خاطر این رو پودرش میکنیم که آماده داشته باشیم. باشه ما هم خراب شده یه مقداری در میاد ازش. خب اینو خالی میکنیم تو ظرف. پودر سنبولاتیو ما هم حاضر شد. میذاریم بقیه کنار پودرا تا این پای مرغ هم بپزه و بریم سراغ بقیه. پای میسیم تا اینها تقریبا یه چیزی هلوش 1.5 ساعت باید کاملا بپزه. میزان پختش اینه تا این حاضر بشه و بعدش بریم سراغ بقیه مراحل. خب پامرغای ما که پختش، این پامرغا گوشتی که از 10 تا دونه پای مرغ در اومده. ما معیار رو روی 10 تا دونه پای مرغ گرفتیم که 1.5 ساعت تا 2 ساعت توی قابلمه دربسته سودپز شما میتونید بپزین که تقریبا با حالت که از استخون جدا بشه رسیده. و این گوشتی که ما ازش جدا کردیم این آبشه که حالا نیاز داریم و سایر مواد دیگه که باید با هم دیگه ترکیب بکنیم. خب تا اینجای کار همه چیزمون حاضر آماده است. کاری که اول باید انجام بدیم از آبی که از پخت پای مرغ مونده ما قسمتی آب ولرم شده. توجه داشته باشین آب باید ولرم باشه، نباید داغ یا جوش باشه. آب ولرم شده رو اندازه چند تا پیمانه توی لیوان جداگونه میریزیم. پودر ژلاتینی که داشتیم، پودر ژلاتین رو کلا توی این آب
میریزیم و کاملا حلش میکنیم. این باید کاملا توی 1 دقیقه کمتر 40 ثانیه 1 دقیقه اینو کامل هم میزنیم که یک نواخت بشه. چیزی به اسم گوله گوله شدن توش نداره. این پودر ژلاتین باید کاملا توی این آب ولم پای مرغ حل بشه. اینو بعد از اینکه کاملا تون هم زدید و حالا این کناراش هم همینطور هم زدید و حلش کردیم، چیکار میکنیم؟ میذاریمش فعلا کنار. غذاساز یا همون میکسر رو ما اینجا آماده کردیم. تمام ترکیباتمون مثل این گوشتی که از پامرغ در اومده رو به همراه همین آبی که حاضر شده و پودر شیرمون، شیر خشکمون. ما الان این سنبولاتیوی که خوب کردیم زیاده، ما اندازه فقط تقریبا نصف قاشق مربا خوری بهش نیاز داریم، نه زیادتر. بقیه‌اشو میتونی برای دسر دیگه یه جایی که بو عطرش خارج نشه، چون بو عطرش خیلی مهمه. اینا یه مدت که میمونن بو عطر خودشون رو از دست میدن. بو عطرش باید حفظ بشه. توی یه جای دربسته، کیسه دربسته که درشو کاملا هواگیری کرده باشین داخلی، که درشو کلا محکم بسته باشی میذاریم و یه مقدار خیلی کم نمک، زیاد نیاز نیست، یه پینچ نمک. خب میتونی چیکار بکنی؟ به این اضافه بکنی، نه بیشتر. نمک خوب نیست. عرضم به خدمت شما که میریم برای مرحله مخلوط. خب ما مقدار، چون مواد گوشتمون با آبمون کم بود توی غذاساز به خوبی میکس نشد، من از مخلوط کن استفاده کردم که تو مخلوط کن این کار بکنم. حالت پارچ هم داره، موقع ریختنش راحت تر باشه. یه همچین مایه‌ای رو به ما حاصل از میکس موادی که داشتیم، یه همچین مایه‌ای رو به ما داد. حالا اینو توی قالب، توی ظرف میتونیم ما بریزیم، توی قالب میتونیم بریزیم، هر چیزیم، توی یه ظرف مربعی بعدن شما قاچ قاچش بکنید، یا همچین چیزای سیلیکونی داشته باشید یا ظرفای این مدلی شما میتونید استفاده بکنید و در واقع اینو حالا چیکار بکنید؟ به صورت این حالت ظرفا رو پر کنید. غلظتش خیلی مهمه، خیلی غلیظ، خوب، سرشار از انواع اقسام ویتامین ها، به علت کلاژنی که داره باعث استخوان‌بندی مستحکم و جلوگیری از خیلی از بیماری‌های مربوط به شایع برای حیوانات میشه. خیلی از حیوانات با مشکلات مفاصل مواجه هستن که این دسر مقوی علاوه بر قیمت آسان و تهیه آسانش خاصیت خیلی فراوانی هم داره. این خب به این صورت شد. این باید بره توی یخچال 2 تا 3 ساعت توی یخچال همینجوری میمونه و بعدش از یخچال در آمدش هم ما جدا میکنیم و میایم با هم دیگه میبینیم انشالله. خب اول ازتون درخواست دارم که ما رو حتما سابسکرایب بکنید، چون از این به بعد کلی ویدیوهای متنوع بابت ساخت این غذاهای ارگانیک و کاملا سالم و ساده هستیم که
از این بعد انشالله دستورهای غذایی دیگه هم براتون میذاریم و بتونیم انشالله در کنارتون باشیم. همین الان هم این چنگیز دیوونه شده، ببین عاشق بوی این دسر شده که حالا من بعداً بهش میدم. چنگیز بیقراری نکن. فعلا همه شما خدا نگهدار.